میمونه بحث ایران که طبیعت حال با حذف مولانا انصاری شاید سود ببره و قطعا سود خواهد برد، و گروه های داعش. کلیپی هست وجود داره از جناب موسوی مدیر کل غرب آسیا در وزارت خارجه ایران. ایشون به صراحت در این کلیپ مطرح میکنه که مصالح ایران گویا در تشدید جنگ داخلی در افغانستان و حمایت از داعش هست. این کلیپ رو با هم دیگه میبینیم استاد عزیز. بعد از اون من نظر شما در این باره میشنوم. حذف مولانا مجیب الرحمن انصاری به سود چه کسی تمام میشه؟ لطفا پخش کنید این کلیپ رو. حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست. اما چیکار میشه کرد؟ آیا جنگیدن با طالبان امکان پذیره؟ آیا زدن طالبان از قدرت کنار توسط جمهوری اسلامی ایران امکان پذیره؟ خیلی صریح و روشن میگم نه، امکان پذیر نیست. فعلا شرایطی نیست که ایران بشود سیبل درگیری با طالب. اصلا امکان پذیر نیست. ما به هر حال میدونیم که طالب با اون شرایط، یعنی به جهت چسبندگی که به اخشاری از درون جامعه افغانستان داره، بالاخره اینها امروز بهشون طالب گفته میشه. زمان شوروی هم اینا بودن، همینها بودن. طالب ریشه از خارج اومدن نداره، طالبی است که بالاخره اگر نگاه بکنیم اینا آموزش دیدگان مولوی محمد نبی بودن که بالاخره اونها علیه شوروی جنگیدن، اینا بینشون علیه شوروی جنگیدن بودن تا اینجا اومدن. بالاخره یک مجموعه است، یک تفکری است که ما چاره‌ای جز این که نوعی سیاست رو در مقابل این جریان خاص به پیش بگیریم نیست. پس در حال حاضر نه امکان با قدرت کنار زدن طالب وجود داره، در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشه و جز داعش وجود نداره. فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربایی است به مار پناه میبره یا مارهایی است به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم. این هست که ما اگر طالب رو باهاش درگیر بشیم به مراتب سخت‌تر، یک دشمن به مراتب سختری به نام داعش هست که اونو فعلا به نظر میاد که فعلا طالب رو با داعش متوقف کنیم بیشتر به لحاظ امنیتی به نفع ما هست. جنگ داخلی جدید هم باز هم به ضرر ما هست. پس بنابراین به نظر میرسد که علی‌رغمی که هیچ به قول معروف علاقه به شناسایی نیست، علاقه نیست، ولی بالاخره چاره جز مدیریت صحنه شناسایی نیست. ما دیروز یه جلسه رو در تهران برگزار کردیم، جلسه کشورهای همسایه. هفته پیش من در مسکو بودم. در مسکو یه گام رفتن جلو، نمیدونم دوستان توییت منو دیدن یا نه، یه توییتی زدم روسا هم خیلی ناراحت شدن از دست ما و فلان اینا علیه ما، ولی خب دیروز یه خورده باز دوباره عقب کشیدیم کشورهای منطقه رو از اون گامی که روسا یه برده بودن جلو. دیروز در جلسه‌مون یه گام آوردیمشون عقب. چشم، من سعی میکنم تندتر حرف بزنم، وقتمو استفاده بکنم. بنابراین دیروز ما یک گام باز دوباره عقب‌تر از اون چیزای کسانی که مثل روسا و چینی‌ها و پاکستانی‌ها داشتن میرفتن به سمت شناسایی، یک کلمه شناسایی در درون این بیانیه تهران شما. خب استاد عزیزی، این شخصیت بالاخره شخصیت مطرحی از مدیر کل غرب آسیا در وزارت خارجه ایران، موسوی از شناخته شده است و فرد عادی نیست و نیروهای خودسر به تعبیرشون نیست و اینها امنیت، در واقع برقراری صلح و ثبات و امنیت در افغانستان به خطر خود میبینن. حالا مهم نیست کسی باشه. الان داعش هم شبیه اسباب بازی شده که آخوندهای ایران هر وقت بخوان این اسباب بازی رو به کار میگیرن. در سوریه ارتش آزاد مردمی سوریه و انقلاب مردمی سوریه را به وسیله داعش خنثی کردن، اعتراضات عراق را به وسیله داعش خنثی کردن و الان بالاخره این اسباب بازی که در سوریه و عراق
تونست به عنوان اسباب بازی آخوندها به کار بره، الان این رو گویا اینطور که بوش میاد اینها آوردن در افغانستان. فرقی نمیکنه داعش یا فاطمیون، هر دو اسباب بازی های ایران به شمار میرن.